aşk sana geldim. Al yine büyüt beni, ninni masallarla dizlerinde uyut beni. Ey aşk vurur musun, kor gibi durur musun? Ben daha küçüğüm desem kıyar mısın bana, feryadımı duyar mısın? Ben daha küçüğüm desem kıyar mısın bana, feryadımı duyar mısın? هنوزم هیچ خبری نیست. خدا کنه که نوجین مادر خوب باشه. چند روز پیش از بستر مریضی بلند شد. نمیفهمم که این مشکلام تحمل میتونه یا نه. خدا نکنه. یک قسم نگو هدیه. قدیم چی شده؟ از تشویش مردم. دوران زهرا را پیدا کرد. زن او را لب دریا برده. کوشش داره که نشانی راشد احمق پیدا کنم. دوران خوب میفهمه که دهنی و احمق چه قسم باز کنه. او بیچاره بسیار رنج کشیده. کاش که دل دوران به او تفلک بسوزه. شرکتی صاف‌سودا داروهایро пешниҳод мекунад ки барои бемориҳои дарунӣ ва берунии инсон даво бахшанд. аз қабили фишорбаландӣ, гаймарид, бемориҳои меъда, рӯда, гурда, ҷигар, узвҳои ҳозима, дарди гулӯ, роҳи нафас ва ғайра. инчунин агар шумо бемориҳои пӯст доред ба монанди псориаз, сафедшавии пӯст, доғҳои сиёҳ, пас дороҳои софсавдо ба шумо кӯмак мерасонанд. ғайр аз ин агар шумо мушкилоти урологию гинекологӣ дошта бошед, пас ба ширкати софсавдо муроҷиат намоед ва инчунин машварати тиббӣ бигиред. ҳамчунон барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, ба қувват кардани мардонагӣ дороҳоеро бо намуди капсула ва равғане ки ба садҳо дард даво дорад пешниҳод менамоянд. барои фарбеҳ ё хароб шудан дороҳои бта, протеин ва генерҳои софсавдо айни муддаоянд. бурда расондан ба ҳама шаҳрҳои русия дар муддати 3-5 соат. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. саҳифаи мо дар тикток sofsavdo.tjk. агар аз номи нурангез филм муроҷиат намоед ба шумо тахфиф карда мешавад. شاید که زهرا نشانی اونا رو بفهمه. از دست دلسوزی تو و بچهت ما به این وضعیت رسیدیم. خانم زمرد ببین حال سر ما هیچ کس دلش نمیسوزه. تو دیگه در این کارا مداخله نکن. اوف آزاد، بچم زود شو پس خونه بیا. استاد ملکه بسیار برات گفتیم که او صنف درسی را باز نکن، اما تو گپای ما را گوش نکردی. من چرا باید گپای شما را گوش کنم؟ شما کی هستین؟ اگه تا حالا نفهمیدی که ما کی هستیم، بازی احمق برات میگه. شاید که او فهمیده باشه ما کی هستیم. اما تو نیست. گپا دراز نکن. بگو چی میخوای؟ چی میخواین دیگه؟ وقت دیدن که همراه انسانایی با اراده و با غیرت کنار آمدن نمیتونن، حالا کوشش ای کار کردن. دانه تا بستن خب به ای استاد ملکه بگو که از باز کردن صنف درسی دست بکشه، با استانبول برگرده. منصرف نمیشم. از بین میبرمت. احمق. یک بار دستای ما باز کن. باز میفهمی دست بلند کردن یعنی چی؟ تو را از بین میبرم. باز میبینیم که کی را از بین میبره. بله باها ای استاد هیچ گپ قبول نمیکنه. میگه که میمارو من مازی کار منصرف نمیشم. بسیار خوب، درست است. حیف خواهد شد بیچاره، اما خب چی کنیم دیگه؟
برین بردیشان قبر بکنین. حالا دیگه زود شوین. ببینین پدر، ای که دوران هنوز ما را پیدا نکرده ای به این معناست که زهرا نشانی ما را نگفته. او هنوز هم میخواه که ما را نجات بده. شما میتونین از موتر پایین شوین پدر، اما ما برمیگردم. بچه ساده، بچه بی عقل ما، چرا نمیفهمی؟ او آدم فریبکار است، فریبکار. زهرا عروسشان است، عروسشان. چرا باید زهرا را بکشن؟ از عقلت کار بگی، از عقلت فرما. پدر، زهرا همراه شما رفت علیه نوجین مادر شکایت کرد. فکر میکنین که حال او را راحت خواهد ماندن ها؟ ایلیف، ایلیف، خواهر، ایلیف استاد شو. خواهر جان، خواهش میکنم خواهر من نجات بدین. باید برگردیم. دختر جان، اونا نمیاین. اگه دهنت باز کنی باز تو را میبخشم. بناجین مادرم میگم تو را ببخشه. حالا دیگه بگو، اونا کجا رفتن؟ کجا رفتن؟ جواب بده، کجا رفتن؟ کجا رفتن؟ یعنی که گپ نمیزنی. حالا دیگه گناه خودت است. تکان نخو. آرام باش. سیری، کسایی را که اختطاف کردیم از کرمانی هستن. آزاد کرمانی ها. حال دیگه چی خواد کردیم؟ کدام درد سر بر ما جور نشه. درد سر بر ما جور نمیشه. یک زندگی راحت خود داشتیم. بخیز. تو دیگه از کجا شدی؟ بگو آقا راشد، میایی یا نه؟ ما برمیگردیم، اما یک شرط داریم. با ایلیف و بچیم و خودم ضرر نمیرسونی. زهرا مثل عروستان در خانه‌تان میباشه. ما هم شکایت علیه نوجین مادر پس میگیرم. ما برات شرط ماندن نشان میتونم، فقط تو بیا. یک بار همراه نوجین مادر گپ بزنم. آفرین زهرا، تو بسیار با غیرت بودی. من هم میخواستم به تو ضرر برسانم. هدف ما فقط ترساندن تو بود، اما حالا دیگه لازم نیست. یعنی اگه اونا بر نمیگشتن باز مرا از بین میبردین؟ نه خیر، با خاطر که در جاده تاریک ما یک چراغ روشن شد. ما دیگه نمیتونم خود از چراغ محروم بسازم. اگه بخوایم این کار کنه نمیتونم، تو رو کشته نمیتونم.
چطور نمیتونم دیوانه؟ به خاطر که درگاه تو خونه هدیه و قدیم نیست. بسیار خوب شد. به خاطر مادر کلانم جگرخون نشدم. بچه مقسم نگو، اون مادر کلانت هست. مام نواسیش بودم، اما او بالای ما رحم نکرد، هیچ جگرخون نشد. احساسات ما در نظر نگرفت. کارهای که همراه ما و زهرا کت حال جزایش میبینه. نه تنها همراه ما و زهرا بدی کرد، بلکه زندگی سونارم تباه ساخت. به خاطر کارهای مادر کلانم سونا همراه او پیرکی عروسی کرد. بفرمایید داخل آمدم اتانن. وضعیت خانمم چطور است؟ طفلش خوب است؟ فعلا خطر وجود نداره، اما باید بسیار زیاد متوجه خانمتان باشین. نباید کار کنه، باید همیشه استراحت کنه. لازم نیست که طفل خود از دست بده. ایران باید متوجه باشین که چای گیاهی به صحت طفلتان ضرر داره. بیا از او چیزایی که گفتین ما او را انجام نمیدادیم. همونطور است سونا؟ بله. راشد احمق قدو با جایی که به شرم سر ما شرط مونده. مادرم هیچ وقتی را قبول نمیکنه. چی بگویم پدر؟ هیچ راهی نیست که نوجین مادر از اونجا بیرون بیاریم. راشد باید شکایت خدا پس بگیره. ما حالا با حوزه میرم، کوشش میکنم مادر کلانم قانع بسازم. اگر نه باز راشد از جایی که رفته دوباره بر نمیگرده. ما دیگه میرم. اگر راشد دیگه نیایه ما میفهم که چطور او را اینجا بیارم. یعنی که تو با دوران هیچ چیز نگفتی؟ خدا چی فکر کردی؟ را برو. بگوین پدر حال چی کنیم؟ چی میکنیم دیگه؟ منتظر میباشیم که دوران خان همراه نوجین مادر گپ بزنه. پدر، خواهرم دوباره با او قصر خواد رفت. ایلیفم یک چند روز اونجا خواد بود. بیبی بیادرت برفین طلاق میته. باز او وقت میتونیم که بدیل از بین ببریم. او وقت زهرا آزاد میشه، دوباره به خانه میه. فهمیدی؟ برای فعلا منتظر میباشیم. منتظر. خدا کنه که دوران نوجین مادر قانع بسازه. قانع میسازه، البته که قانع میسازه. تو کی هستی که علیه نوجین مادر شکایت میکنی؟ خدا چی فکر کردی دختر احمق؟ حالا دیگه دهنتو باز کن. او پدر احمقت کجاست؟ خدا را شکر که آمدید. چی شده مادر؟ زهرا، اونا زهرا را خود کشتن. در اتاقش هست. بگو لیلا کن. تو مداخله نکن. فراموش کردی برادر؟ رسم رواج فراموش کردی. گپ بزن. گفتم گپ بزن. کاکا خانم میلاکو، زهرا خانمم است، حق نداری سرش دست بالا کنی. حال دیگه او ریلا کو. گفتم میلایش کو. چطور جرأت کردی که درباره شرطه راشد در پیش روی ما گپ بزنی؟ دوران برام بگو. راشد کی است؟ درست است مادر کلان، آرام باشین. یک بار از اینجا بیرون شوین، یک بار او شکایت خدا پس بگیره. من راشد میبخشم. نه،
زهرا را در قصر جای خود دادم. خوب است که در اینجا بمارم و از بین برم. مادر کلان، اون ارزشی زحمات شما را ندارن. زود نکنین. لطفاً اجازه بدین راشد بیاید شکایت خود پس بگیره. یک بار او احمق بیایه که نفسش بکشم. حالا که شما این کار نتانستین، باز ما با دستای خود او را از بین میبرم. جزای این کار او آدم احمقه بسیار سخت خود دادم. مادر کلان، مادر کلان، آرام باشین. مادر کلان تحمل کنین، کمک کنین، تحمل کنین مادر کلان. مادر کلان. وای 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 وای، آب در کوزه و ما تشنه لبان میگردیم. آزاد کرمانی، ببینیم به خانواده چقدر با ارزش هستی. بله، کی هستی؟ به تو مربوط نمیشه خانم محترم. خوب گوش کن که چی میگم. معلمم رای آزاد کرمانی پیش ماست. اگه تا ساعت 9 شب پول را که میگم نیاری هر دویشان خواهد کشتم گفته باشم. ها فهمیدم. گپای مرا خوب بفهم و به تمام خانواده تان بگو تا ساعت 9 شب پول باید آماده باشه. تو با آسانی نجات پیدا نمی کنی. بیا همراه تو 500 لیره شرط میزنم. بیاز و بعد از این من میلیونر میشم. تو چقدر مذاق خوش داری بیادر. اگه تا ساعت 9 شب پول آماده نشه باز برات مذاق نشان میتم. چیزی که سنگ از دپای لنگ است. زهرا، چطور فکر کردی با ای جان خورده خدا مقابل خانواده ما استاد شوی دخترم؟ جانم زیاد درد میکنه، سرمم درد میکنه. ما برای دوا میتونم، درست است؟ بیا بریم دخترم که بر دوا بتم. بگی زمرد، مادرم مریض شدن. بیا که شفاخانه بریم. حالا آی میفهمیدم که مادر مریض میشه. من میرم بالا پشت من میگیرم زود پس میایم. دخترم دوا همینجاست، خودت بخود، درست است؟ بریم ملکام همراهشان است. اگر تا ساعت 9 شب برشان پول نبریم قدیم خان آزاد و معلم خود کشتن همه قسم گفتن. یکمی کم بود. حالا چی کنیم زن؟ هیچ. چی؟ یعنی چی که هیچ؟ ما هیچ کاری برشان انجام نمیدیم. آزاد و معلم برای ما درد سر نیستن. فراموش کردی ما را به چی وضعیت رساندن؟ وضعیت نوجین مادر به خاطر اونا خراب شد. راستی خان شدن بچه ما دورانم تضمین میشه، اما تو نیست؟ آدیا تو چی میگی؟ میخوایم بگویم از این مسئله هیچ کسی خبر نداره و نمیشه. اگه خود ما نگوییم باز هیچ کسی خبر نمیشه. زمرد مادر، چی شده زهرا؟ چرا میدوی؟ زهرا تو چرا هر طرف ناق میگردی؟ زود به اتاقت برو. حالا زود باشه نجا نکنه. هنوزم ایستاده است. را برو. زنگ زده این پدر.
کم دگاه هم صبر میکنیم. شاید امرای نوجین مادر گپ بزنن. دوران مادرم چطور است؟ خوب هستن؟ خوب است، فعلا خوب است. فشارش بالا رفته بود. دکتر دوا داد گفت استراحت کنم. بسیار خوب. دایسن هر کس نظارت خانه برن فشارش بالا میره باشیم. حتما بر سخت تمام شده. یک بار شده قدوره پیدا کنم. ما میفهم که امرایش چی کنم. کارایی را که کده حسابش ازش میپرسم. فکر کنین راشده پیدا کردیم. ما گپ زدم. گفت شکایت خدا پس میگیرم. اما ایلی فرها کنینا. زهرا همراه ما در قصر می باشه. ایره بی بی حالا باید از او بپرسیم که چی کنیم. بسیار گپ خوب زده. ما میتونیم مادر خدا نجات بدیم. راستش کاکا مادر کلانم قبول نمیکنه. همین شرطه که شنید فشارش بالا رفت. خونش به جایش آمد. راشد آی قدو من باید همراه مادرم گپ بزنم. و چطور هستین مادر؟ خوب هستم بچیم. اولادایم همراهیم هستن. دیگه چطور بوده میتونم؟ چطور بوده میتونم؟ مادر جان نباید این موضوع را ادامه بدیم. ایزده کنار مانین. ایلیفا بارین که بره و زهرا دوباره حولی بیاید. سر گپ خود استاد نباشم. امیر میخوایی؟ برا شد و عروس کوچک خوده خورد بسازم؟ امیر میخوایی؟ نه خیر مادر، قسم نمیخوایم. دستتانه دراز کنین که ببوسن مادر. شما بزرگیتون را نشان بدین. ده ای کار هیچ کس کم نمیه. راشد به خاطر نجات دخترش یک حماقت کرد. شما درد پدر مادر بودن خوب میفهمین، همونطور نیست؟ انسان به خاطر نجات اولاد خود هر کاری میکنه. ده نبود ما هیچ نگفتین مادر. فقط بچه من میخوایم. حتی از جان خود میگذرم. حتی ای گپ گفتین. بانین مادر، به خاطر من ای کار کنین. ایلیفا دوباره به پدرش تسلیم میکنیم. زهرارم با عنوان عروس خانه خود میریم. علی مرا از اینجا نجات بده. علی علی لطفاً دروازه را باز کنید. علی زبانت قطع شود. پدر خواهرم خود چیزی نمیشه تو نیست؟ نه خیر دخترم، اونا بالای زهرا قرار نیستن. به خاطر که من عصبانی شدم زهرا را یه چیزی گفتن نمیتونن. تشویش نکن. پدر ما تا چی وقت اینجا منتظر باشیم؟ مجبور هستیم منتظر باشیم. توبه توبه، چی کنیم دیگه؟ توبه توبه. زنگ میزنه دوران. بله خان صاحب، چی کردین؟ امرای نوجین مادر گپ زدین؟ قبول کرد راشد. خداوند از شما راضی باشه خان صاحب. خداوند شما را همیشه شاد داشته باشه. چوب باش. خداوند ما را داشته باشه. به خاطر شما کم بود مادر کلانم از بین بره. خدا نکنه خان صاحب. شما چی میگن؟ چی شده بود؟ چاپلوسی را با آن راشد. ما به اوزا میرم، تو هم همیال اونجا بیا. شکایت تا پس بگی. درست است. همیال میایم. خداحافظ خداحافظ. حالا طرف اوزا میریم. حرکت کن. سن معذور میگه. خدایا برام کمک کن، خواهش میکنم. هر
هر قسم که میشه باید آقا آزاد استاد ملکه را نجات بدم. خدایا حالا من اینجا چی کنم؟ خدایا بله هیچ خوب معلوم نمیشد. کلاگی میگفت که مقبول نیست. میفهمم اونقدر خوبش نیست. دجله دروازه را باز کن لطفا. ما بعداً برات زنگ میزنم. چی میگی؟ چرا صدا میکنی؟ علی را بخوای زود شو، آقا آزاد در خطر است. تو چی میگی زهرا؟ چی میخوایی؟ دجله تو در اینجا چی میکنی دختر؟ میگه که علی را صدا بزن. نمیفهم که چی میخوای بگویه. چرا علی را میخوای ببینم؟ در قصهش نشو. به خاطر بیرون رفتن صحنه سازی میکنه. حالا داخل برو. حالا دجله چند ساعت آخرتان مانده. براتان خوب بگذره. دعا میکنین، گپ میزنین. هر کاری که میخواین انجام بدین مربوط خودتان میشه. احمق پست. بخیر. حالا براتان یاد میتونم که چه قسم بازی کنین. تقسیم کن. یک سال احمقانه ازت دارم. خوب هستی؟ بگویم خوب هستم باور میکنی؟ آزاد خانواده تان پول خواد آورده آزاد؟ شاید بیارن ملکه، اما نمیفهم که دادن پول به اینا کدام فایده میکنه یا نه. اگه پولم بگیرن به نظرت ما را زنده خواد موندن؟ اگر نه بگویم باور میکنی؟ ما به پیروزی بسیار نزدیک بودیم. صنف درسی را افتتاح میکردیم. زهرا را هم پیش مادرش میبردیم. حسابی کارتان میپردازین. اینقدر زود پشتتان ایلا نمیتون. اینا هیچ گناهی ندارن. قدیم دانت بسته کن. میگی اختطاف نشده، یک جای زندگی میکنیم، هیچ مشکلی نیست. تو امرای ما بازی میکنی؟ حق با جانب سنامر صاحب. هرچی بگوین حق دارین. مرا ببخشید. اگه یک بار دیگه اینجا بیایی، هر قدر مشکلت جدی باشه، از هر کسی که شکایت کنی اول تو را زندانی میکنم. میتونین آمر صاحب. مرا یک بار زندانی ساخته بودین، بار دوم بسازین. گریه میکنی ملکه؟ نه خیر، نان پیاز میخورم. ده خوردی هم قسم بودی. وقت گریه میکردی بهانه میکردی. تو هم گفته بودی که دیگه هیچ وقت به خاطر تو نان پیاز نمیخورم. با یادت هست؟ در جنگل ما، تو و دوران چشم پتکان بازی میکردیم. چطور به یاد ندارم؟ از جنگل هیچ نمیترسیدم، به خاطر که 2 محافظ داشتم. ما زیاد میترسیدیم. یک روز تو را زیاد پالیدیم اما نیافتیم. شما را مانده خانه رفته بودم.
وقتی دوران گریه کده خانه آمد باز خبر شده. بعدن ما با پالیدن تو به جنگل آمدیم. تو هم ما را ترسانده بودی. اما من تو را می پالیدم. کار خودم مانده، تو را می پالیدم، فکر میکردم گم شدی. گفتم حتما پیدایت میکنم. هیچ غذا نمیخوردم. وعده کرده بودم که تو را پیدا میکنم. اگر با پیدا کردن تو به جنگل نمی آمدیم باز تو همونجا تنها میماندی؟ به خاطر که تا تو را پیدا نمیکردم آمده نمیتونست. مادر! پدرمشان آمدن. مادر! نوجین مادرم آمد. خوش آمدین. شکر که آمدین. نوجین مادر کلان، نوجین مادر کلان، خواهش میکنم گپ مرا بشنوین. گپایم بسیار مهم است. گپ او را نشنوین مادر. نو آمدین، برین استراحت کنین. بیاین داخل بریم. هلا خستگیتون رو رفع کنین. نه خیر نوجین مادر کلان، خواهش میکنم گپ ما بشنوین. لطفا نرین، من با کمکتان ضرورت دارم. نوجین مادر کلان. راشد پایین بیا. شما داخل برید. بفرمایین خان صاحب. خان صاحب چی میکنین؟ این کارا نکنین لطفاً. همراهتان موافقه کردیم، موضوع حل شد. از برای خدا اسلحه‌تان دور کنین لطفاً. خان صاحب عذر میکنم خان صاحب، من اولاد دارستم، این کارا نکنین. مرا نکشین خان صاحب، قربانتان شما، این کارا نکنین. با کدام دستت مرا زدی؟ گفتم با کدام دستت مرا زدی؟ خان صاحب، من با این دستم شما را زدم خان صاحب. پدر چی شده؟ پدر خوب هستین؟ پدر خوب هستین؟ ای را بخورین مادر جان، انشالله خوب میشین. مادر جان برین با اتاقتان استراحت کنین، درد سرتانم خوب میشه. ها بریم. بیا بریم مادر جان. مادر فرمانشان خانه آمدن، من باید پیششان برم. شاید مرا ببخشه. ها برشان روی نتی اگه نه سرشان آیت بالا میشن. فامیدی یا نه دختر؟ پدر من میرم، چیزو گفتنی دارین؟ با شاور بی وفای تو
با راشد خاین سلام مرا برسان. اونا را باز با خیر میبینیم. بچه‌شم. خداحافظ دخترم. خداحافظ دخترم. آزاد گفت زود میایم اما تا حال نامده. یک زنگم نزده جمان. موبایلشم جواب نمیده. یک بار دیگه هم زنگ بزن، شاید در بوده جواب نداده. این موبایلت هم هیچ خاموش نمیشه. زنگ مادرت است. بجایی که زنگ بزنه چرا پول روان نمیکنه که بیغم شویم؟ یا شاید هم بر آخرین بار میخوای صدایت بشنوه. میخوای بر آخرین بار صدای مادرت بشنوی شیر بچه؟ آقا دوران کمک کنید لطفاً. آقا دوران لطفاً کمک کنید. چی میکنی و دختر؟ دیوانه شدی؟ آقا دوران میخوایم یک گپ بسیار مهمه براتون بگویم. چیزا به گفتن نمانده. پیش از اینکه گپ راشد احمق قبول میکردی در این باره فکر میکردی. حالا باید جزایتو ببینی. نه خیر، در مورد خودم براتون نمیگم، باور کنید. استاد ملک و آقا آزاد در خطر هستند. لطفاً آقا دوران با اونا کمک کنین، حضور میکنم. تو میخوای چی بگویی دختر؟ استاد ملک و آقا آزاده میکشن آقا دوران. لطفاً برین اونا رو نجات بدین. این سر صداست چی است؟ دختر احمق شیشه رو شکستانده، لعنت بهی. نیکی فرار کرده. ها تو هستی بچیم؟ فکر کردم فرار کرده. تو خودت چی فکر میکنی ها؟ قسم میخورم این دفعه تو را با دستای خودم از بین میبرم. مادر حقیقت داره. اختطاف ملکه و آزاد واقعیت داره. چرا این گپا برام نگفتین؟ ما چرا خبر ندارم مادر؟ واقعیت بودنش از کجا بفهمم؟ خدا میفهمه کدام احمق به خاطر پول گرفتن ناق زنگ زده باشه. تشویش نکن، هر دویشان نجات میدم. زبان تو دراز شده. کارایی که مربوطت نمیشه غرض نداشته باش. چی شده؟ دوران با این عصبانیت کجا رفتیه؟ تنها بچه‌ای تو درد سر نیست، عروس تو هم درد سر است. خدا میفهمه به بچه‌ام چی گفت که دیوانه شد. ندیدی چه قسم بیرون رفت؟ پدر چای آماده کردیم، می نوشین همتون نیست؟ فرمان. میفهمم سرم بسیار قهر هستین، اما من سرتونه
سر خود قهر هستم. چطور فریبت خوردم؟ چرا سر تو اعتماد کردم برفین؟ چطور بدیای تنها دیده گرفتم؟ لطفاً این قسم نگو جانم. ما همدیگر از یاد دوست داریم، هنوزم دوست داریم. این کارای شیطان است. لطفاً بعد از این بخیر. دیگه این قسم پیش نمیره. تو برای خود، ما برای خود. ما از تصمیم منصرف نشدیم. طلاق میگیریم، بدل از بین میره. اگه با پدرم زنگ بزنم میگه من خب برات گفته بودم، باز حق به جانب ثابت میشه. ما به گپایشان گوش نمیتیم، اما بعضن بزرگای ما حقیقت ها میگن. من فکر نکرده بودم که عاقبتش قسم میشه. عاقبتش فکر نکرده بودم. فکر میکردم آسان است، کل چیز دوباره خوب میشه. همه قسم است. هیچ انسان عاقبت یک کاری را که میکنه نمیفهمه. درباره مرگ فکر نمیکنه، هیچ فکر نمیکنه که میموره. چقدر عاجز هستیم، حتی نمیدانیم که چی وقت اشتباه میکنیم. به خاطر یک اشتباه چقدر اشتباه دیگر مرتکب میشیم، اما عاقبتش نمیفهمیم. از فردای خود خبر نداریم. راست میگی. مثلا تو در زندگیت زیاد چیزا را به تعویق انداختی. ما نوجین مادر ما، پدر و مادر ما عجز روان میکنن. همراه علی زیاد وقت سپری کردن نتونستم. میخواستم همراه او به تفریح برم، اما همیشه به تعویق انداختم. فکر کردم یک روز دیگه میرم، هیچ درست زندگی نکنم. تو هم کار کردی که پشیمان شده باشی؟ چطور نکردیم؟ من حتی نصف کارهایی را که باید انجام میدادم نتانستم. از عادیش برآمده نتانستم. بسیار میخواستم صاحب اولاد شوم، میخواستم مادر شوم. میفهمی؟ یک روز بدونی که درباره دخترم فکر نکنم از سرم هیچ روز تیر نمیشد. آزاد اگه زنده می بود حال همسن زهرا می بود. خدایا حضور میکنم استاد ملکه و آقا آزاد نگاه کن. با آقا دورانم کمک کن که سر وقت اونجا برسه اونا رو نجات بده.
از تو یک سوال پرسیدم میتونم؟ بپرس. هر چیزی که میخوایی پرسیده میتونی. شاید وقت زیاد نداشته باشی. چرا دوباره کوشش نکردی؟ شاید اگر ازدواج میکردی صاحب اولاد میشدی. انسان وقتی یک بار اشتباه کنه دیگه جرأت کرده نمیتونه. خب تو چرا عروسی نکردی آزاد؟ مخالف عروسی هستی؟ نه خیر، مخالف عروسی نیستم. هرگز مخالف نیستم که دو نفر هم دیگر را دوست داشته باشن و بخواین خانواده تشکیل بدن. خب کسی را در زندگی دوست داشتی؟ دارم. تحمل کن ملکه. خب برم نمیگی؟ چی را؟ ای که کی را دوست داری؟ یعنی کسی را که دوست دارم ملکه اون نفر تو هستی. از دوران طفولیت از وقتی که تو را دیدیم چشمایم کسی دیگر را ندیده. آزاد مام. بسیار خوب، وقتتان پوره شد. دستای اینا رو باز کنین. حالا ملکه آزاد ملکه مادر میخواین براتون سو پخته کرده بیارم؟ علی و زهرا را بخواین. مادر امشب باید میخوابیدین. زیاد خسته هستین. فردا گپ بزنین. باید این موضوع بسته شود جمال بچیم. برای آخرین بار امرایشان گپ میزنم، اما بعد از این هیچ کس در مقابل ما گپ نباید بزنه. میبخشی به تو کمک کردن نتونستم. ما با دکان میرم. اگه با سونا کدام مشکلی پیش آمد برای من احوال بده. به چشم خان صاحب. سونا تو هم هیچ خود به زحمت نساز. هر چیزی که نیاز داشتی بگو که مقبوله برات بیاره.
نمیفهمم که تو چی کردی. ما وقت نکردیم. نیت بد نداشتم سونا. او دوا به طفلتان فایده داشت. ناغ زحمت نکش. تو میفهمیدی اما موفق نشدی. طفلم از بین نرفت. باور کن نمیفهمیدم. داموش کنی به جمشید نگویی. بالای ما باور نمیکنه. استخوانای ما مشکنه نه. به یک شرط من میگم. هر کاری که بگویی برات انجام میدم. میخوایم از این طفل نجات پیدا کنم. به من کمک کو. اگه نیکل چیز به جمشید میگم. آخرین دعایتان بکنین. از دستتان کار ساختن نیست. در جنت که رفتین هم دگر ببینین. تو خود جنت هم رفتن میتونی. شلی کنین که بمرن. حالا دیگه او دیگه کی هست؟ اینا را الا کنه. پولتان آوردم. حسابش کن. ما را تنها بانین. ای برتان آخرین هشدارم است. بعد از این اگه کسی با ما مخالفت کنه، گپ مرا عملی نکنه، باز او وقت هیچ سرش رحم نمی کنم. فهمیدین؟ من اجازه دادم که ایلیف دوباره به خانهش بره. زهرا را دوباره به قصر آوردم، عروس قبول کردم. اما بعد از این اگه کوچکترین اشتباه شما را ببینم اولادا، نه کدام وکیل و نه قاضی، فقط مرگ نجات داده میتونه. فهمیده شد؟ بیادر پول کم است. کار خوبی نکردی که کم آوردی. دی وقت کم همه قدر پیدا کردم. باقیش فردا میارم. معذرت میخوایم، ما کار ناقص نمیکنیم. حالا که پول کم آوردی باید یکشانه ببری بیادر جان. انتخابشون کن.
در این صورت معلومه اعلا کنی. معلم ایلا کنین که بره. اعلام کنین. نه خیر. قبول ندارم. آزاده تنها نمیمانم. دوران تو ملکه را از اینجا ببر. الهکو مرا الهکو شما با من مشکل دارین. همراهیونه با اون کار نداشته باشین. وای به خدا چقدر دگره دوست دارین. طرفتان که دیدم گیریم گرفت. ملکه بیا که بره. ما اینجا تنها ماندن نمیرم. مرا الهکو آزاد بره ملکه بره. آزاد الهکو بره آزاد ملکه الهکو آزاد 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 الهکو گفتم الهکو آزاد آزاد گپای مرا خو فهمیدی نی؟ بار دیگه تکرار نمی کنم. ایره به یاد داشته باش. فهمیدم نوجین مادر کلان. خوب است. انشالله که خوب فهمیدی. با تو دیگه گفتنی ندارم. تو برو همراه زهرا انوز. گپایم خلاص نشده. تو با عزت ما بازی کردی. من نمیخواستم شما را آزرده بسازم. یعنی با جای ایلیف تو میخوایی عروس ای خانه شوی ها؟ عروس کوچک ای خانه تو میخوایی شوی اما تو نیست؟ از روزی که به ای خانه آمدی هیچ مثل یک عروس خوب رفتار نکدی. از او خاطر ما هم همراه تو مثل یک عروس رفتار نمی کنم. کارای حویلی را تو میکنی. غذارام آماده میکنی. تمام ظرفا را میشویی. پاککاری تمام اتاقا را میکنی. حال دیگه فاطمه هم نیست. هر کاری که او انجام میداد حال دیگه تو باید انجام بدی. با پیشانی باز فهمیدی؟ انجام میدم نوجین مادر کلان. هر چیزی که بگوین همون کارو میکنم. در اتاق زیر زینه جای تصفا میدی؟ باید از امر هر کس اطاعت کنی. از قاعده و قانونی خانه سرپیچی نکنی. اینجا خود زندگی میکنی اما صلاحیت هیچ چیز نداری زهرا. دوران لطفا ما نمیتونیم آزاد اونجا تنها بانیم. چطور دلت طاقت میکنه کنه او را بکشن؟
آرام باش ملکه. چطور آرام بودم میتونم؟ تو چه قسم یک آدم مثل این دلت نمیسوزه؟ تو هیچ وجدان نداری دوران؟ خواهش میکنم برای نجات بده لطفا. نجاتش میتون ملکه. خاطرت جمع باشه. آزاده نجات میتون. نجات میدی؟ بله. منم ایمانمونو به آزاد ضرر برسانم، اما تو هم باید برم کمک کنی. همینجا منتظر ما باش. صدایت هم نکشی. چی شد آزاد کرمانی؟ امیدایت به خاک یکسان شد نه؟ ما دیدیم که تو چقدر به خانواده ارزش داشتی. به جای تو ارزش استاد برشان زیاد است. میفهمی بزرگا چی گفتن؟ به جای دشمن به خود دوست پیدا کن. دشمن هر کس شده میتونه. گپای ناق نزن. زود مرا بکش که گپای تر نشنو. اول قبرت انتخاب کن که بعد از مردن تو را اونجا دفن کن. قبر تعمیر نیست که من انتخاب کنم. امی صحیح است. گوش کو چی میگم. اگر ما بمرم تو هم قسم آرام زندگی نمیتونی. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد عبده و رسوله. خدایا به دربار حضور میکنم. به او کمک کن نجاتش بده. کمک کن که دوران او را نجات بده. بکششان! خوب هستم. بدون اجازه ما تو هیچ کار نمی کنی زهرا. از حویلی بیرون برآمدن نمیتونی. هیچ گپ نمیزنی. حتی نفس هم نمیگیری. اگه یک اشتباه انجام بدی و گپ من نکنی تو را از خانه بیرون میکنم و ایلیف به جایت میارم. نه نوجین مادر کلام، دیگه بدون اجازه شما هیچ کار نمی کنم. اما گپتانو میشنوم. دیگه امرای او استادم گپ نمیزنی. نه خواهرت است نه مادرت و او استاد خو ای چیزت نمیشه. اگه درا دیدیش طرفش سیلام نمی کنی. او را زندگی خود بیرون میکنی. من از اینجا بکشین. آزاد. کس اینجا نیست. باز کنین. کسی نیست.
آزاد تو در اینجا چی میکنی؟ تو خوب هستی؟ بسیار ترسیده بودم که تو را چیزی نشه. ما خوب هستم، تشویش نکن. تو زخمی شدی؟ اوقات زخم عمیق نیست. صبر کن. ببخشی که تو را ترساندم. حالا دیگه زود باشین که برم. برای ملکه بگی درست است، ما میگیرم. حالا دیگه سوار شو. سوار شو. بعد از این پیش روی چشمای میباشی دور نمیری. متوجه کارهای خود باش. خیریت است؟ چرا ترسیدین؟ مادر آزاد درکش نیست. برش زنگ میزنم اما جواب نمیده. حتما امرای او استاد است. دیگه کجا بوده میتونه؟ نه مادر، صبح وقت دوباره خودت گفتیم، گفت فوراً میایم، اما تا حال نه احوالش آمده و نه زنگش، نمیفهمم کجا است. ما حالا دیگه به ولگردی او عادت کردیم. به ما هیچ مربوط نمیشه که کجاست. وقتی که او ما را خوش نداره، هر جایی که میخواه باشه، امر هر کسی که از هیچ فرق نمیکنه. در راه بود مادر، طرف خانه می آمد. همراه ملکه و ابراهیم هم گپ زدیم، همه تو گفتن. اگه کدام اتفاق برش افتاده باشه چی؟ زن، تو در اینجا چی میکنی؟ منتظر دوران هستم. پس هم اینجا میباشی؟ در نزدیک دروازه منتظر بچه‌ت هستی؟ دوران خبر شد که آزاده کسی اختطاف کرده، به نجات او رفته. چی؟ چطور خبر شد؟ زهرا گپ ما را شنیده بود. این گپ به دوران گفت اون واقعیت نداره، دروغ است. به گپم هیچ باور نکرد، قهر شد رفت. زن احمق، یک کار درست انجام داده نمیتونی. اگه دوران چیز شوه خدا نکنه. اگه زهرا با مادرم بگویه چی خود کردیم؟ برش اخطار دادم که نگویه. وام گپ تو را مشنوه. آزاد هر کاری که در حق خود میکنه خودش میکنه. تمامش اشتباهات خودش از دیگران را مقصر فکر نکنین. از گرفتاری ما خبر شد، اما یک بارم پیشم نامد و رفت خوشگذرانی که دیدین؟ نه خیر. آقا آزاد آمده نتانست به خاطر که اختطاف شده. بله، استاد ملکه را همراه آقا آزاد اختطاف کردن. حتی به خاطر رهاییشان هم پول خواستن. عروس کوچک، تو چی میگی؟ زهرا، تو چی میگی؟ کی اختطافش کرده؟ کی گفت؟ از کجا خبر شدی؟ کاکا قدیم و هدیه خانم گپ میزدن، نپایشانه شنیدم. حتی آقا دورانم از همین خاطر رفت که اونا را نجات بده. زمرد، همیال عدیه را اینجا بخوای فوراً. زنده باشی دوران. خواهش میکنم، ما فرض خدا ادا کنم بیادر. میفهمم. بازم تشکر. ما از موضوع ناوقت خبر شدم. اگر نه شما را قدر زیاد منتظر نمیماندم. ملکه، حال خود درس تا گرفتی؟ انشالله دیگه صنف درسی را در خوابم نخواد دیدی. هرگز. حال بیشتر به تصمیم خود قاطع هستم. یعنی هنوزم زده تو خلاص نشده. هیچ کس با تو نگفته که از یک کار خطرناک باید منصرف شوی؟ چیزی که غلط باشه وجدان انسان تنبیه میکنه. همه قسم به کار خوبم.
اما میبینم که شما هیچ صدای وجدان خود نمیشنوین. زهرا را شاید دوباره به قصر برده باشن. نه خیر، غلط شنیدی. راشد خودش گفت که زهرا همراه شما باشه، ایلیف هم همراه ما میره. بعدا شکایت خودم میگیرم. نوجین مادرم همین قسم نجات داده. باز فیلم سر شد. مادر جان شما ما را خواستین؟ زهرا راست میگه قدیم. آزاد اختطاف شده بود. بله مادر جان. خدایا تو آزاد ما نجات بده. بگوین چرا به من ای گپا نگفتین؟ ها؟ یک کرمانی به خاطر پول اختطاف میشه و شما بطواری تماشا میکنین که چی گپ خواد شد. اما تو رس ها؟ بیادرم اختطاف شده؟ اما چرا؟ به خاطر چی بوده میتونه؟ به خاطر او استاد است دیگه. هر دویشان یک جای گرفته بود. بسیار پول گزاف خواستن. زمانت مادر؟ زمانت باهوش بیا. تو با کدام عقل خود ای گپه از ما پت کدی هدیه؟ تو کی هستی که با 1 گرم عقل خود تصمیم میگیری و فیصله میکنی ها؟ خوب هستین بچه ها؟ اونا خوب شما کدام ضرر نرساندن؟ نه استاد، خاطرتان جمع باشه. دوران زنده باشه. آمد ما را نجات داد. خدا را شکر. مادرت زیاد به تشویش است آزاد. به ما زنگ زده بود. ما هم برش چیزی گفته نتانستم. او از هیچ چیز خبر نداره. اگه نه بسیار پریشان میشه. میفهمم استاد، حالا میرم و برش زنگ میزنم. داخل بیاین، هوا سرد است. دوران یک گیلاس چای خب بنوش. نه خیر استاد، شب خوش. من میرم دیگه، وقت میشه. بیا نه دوران. نه خیر، شما برن. درست است. بازم تشکر. خواهش میکنم. خانم ملکه، میشه با هم کمی گپ بزنیم؟ بیبی ملکه، اینا انسانهای خطرناک هستن. تو هم دیدی که چقدر بیرحم هستن. میترسیدم که به خاطر ما به آزاد ضرر نرسانن. متوجه خود باش. تشکر. مادر، به خاطر برات نگفتیم که تشویش نکنی. خودت مریض بودی، باز یک جگرخونی دیگه. دوران خوب نجاتشان رفته. ضرور نیست که تشویش کنین. اگه میگفتم هم هیچ فایده نداشت. ترسیدم که دگان وضعیتتان خراب نشه. اما با ما چرا نگفتین؟ ما و زمان رو چرا خبر نداریم؟ ما با عنوان پدر و مادرش نباید خبر میشدیم؟ آزاد، زنگ آزاد است. بچه مادر جان چطور هست؟ آزاد بچه تو چطور هستی؟ کجاستی؟ شما را کی اختطاف کرده بود؟ های مادر جان هیچ نپرسین. ولگردهای جنگل ما را گرفته بودن اما کار نتونستن. ضرور نیست تشویش کنین، ما خوب هستیم. نجات یافتن؟ آقا آزاد خوب هستن؟ فعلا کجاستی بچه؟ حال خانه استاد ابراهیم هستیم، زنده باشه. درست است، ما هم یاله میاییم. های مادر جان در وقت شب چی میکنین که میایین؟ بیازو فردا میبینیم. تشویش نکنین، ما خوب هستیم. نه خیر، نمیشه. تا تو رو نبینم خوابم نمیبره بچه. استاد ملکه،
استاد ملکم خوب است اما تو نیست. زهرا به تشویش استاد خود است. با زهرام بگوین به خاطر ملکه هیچ تشویش نکنه. وام خوب است، همراه ماست. خوب دیگه بخیر، باز میبینیم. خداحافظ. درست است، خداحافظ. خوب هستن، شکر. جمال بیا که بریم ببینیمشان. دوران، خداوند از تو راضی باشه. آزاد بچه من نجات دادی. نماندی که در دوراد خدا ببینم. این فرض ما از خانم کاکا. زنده باشی بچه. استغفرالله. بیا که بریم. بچه قندم آمد جانم. بیا خوش آمدی، بیا شیر بچه من. مادر جان نواسیت خو میبینی نه؟ آزاد سرطان خم ساخته ما. دوران زندگی خود به خطر انداخته، آزاده نجات داد. تو مثل یک کرمانی رفتار کردی دوران. شرف ما را به گرو بیگانا نماندی. آفرین به تو. خواهش میکنم مادر کلان، کاری که ایجاب میکرد انجام دادم. تو جان خدا به خطر انداختی بچه من. مادر جان بفرمایین داخل بریم. زهرا نوجین مادر کلان به تو چی گفت؟ کارهایی را که بعد از این انجام بدم. کارهای اولی، تمام کارهای خاله فاطمه را. چیز دیگه نگفت؟ دیگه گفت که بعد از این نباید امرای استاد ببینی. دیدنش لازم نیست، کافیست که خوب باشه. ناراحت نباش. حالا دیگه برفین و فرمان از هم طلاق میگیرن. همه که اونا طلاق گرفتن استادت هم میتونی ببینی. انشالله. حالا برو استراحت کن، گریه نکن. شب بخیر. با تو هم. فرمان، چرا تا حال شیشتی نا وقت شب است؟ بیا بخواب دیگه. ما هم اینجا میخوابم، تو برو. فرمان لطفاً قسم کارا نکو، خیر است. جانم از طلاق منصرف شد. ما به خاطر که به هم برسیم چقدر مشکلات دیدیم. برفین من از بین رفتم. تو تمام محبت من از بین بردی. من منصرف نمیشم. فردا میرم درخواست طلاق میتم. آزاد بچه مادر، بچه چطور هستی؟ خوب هستی؟ مادر جان خوب هستم، آرام باشین، چیز نشده. میبینن خوب و سر حال هستم. ملکه رام چیز نشده، یام خوب است. خدا را شکر بچم که خوب هستی. من دوری تو را تحمل کردن نمیتونم. اگه شما را چیز شوام از بین میرم. میفهمی بچم؟ شما نصف وجودم هستید. متوجه خود باش. بس از خانم بچه تا ناراحت نساز. شکر بلا بود و برکتش نه. چای براتان میارم، بیشینین با آرامی گپ بزنین. نه منوشم ابراهیم بیادر. استاد شما به زحمت نشین، من میارم. درست است دخترم. بفرمایید.
که صدایت نکشی فهمیدی؟ وگرنه همینجا با دستای خودم میکشمت. این کار تا چی وقت ادامه پیدا میکنه؟ ها؟ همیشه به خاطر تو به تشویش هستم. میخوام همراه ما باشی، در خانه خود باشی. برو همراه نوجین مادر گپ بزن تا دوباره به قصر بیایی. مادر نه، نوجین مادر کلان از گپ خود منصرف این شوانه ما. چیزی به گفتن باقی نمانده. اگر بار دیگه مداخله کنی و از ما شیطانی کنی زبانت قطع میکنم که برای همیشه گنگه شوی. اگر بازم نفهمیدی با دستای خود تو را میکشم، صدایتم کسی نمیشنوه. فهمیدی؟ باز خواد دیدیم بیوزو پدر و مادر نداری، هیچ کسی در فکرت نیست. او استادم چند روز گریه خواد کرد، بعد فراموشش میشه. قسم یک موضوع را باید به ما میگفتن. چطور تونستن که از ما پنهان کنن جمال؟ اما هم هیچ نمیفهم که چرا نگفتن. از مادرم پد کردن فرق نمیکنه، اما با ما چرا نگفتن؟ اگر در قصر همراهشان می بود باز پنهان نمیکردن، همه چیزا بر ما میگفتن. نه قسم فکر نکو آزاد. قدیم کاکاش است و هدیام خانم کاکاش. اونا بدی آزادان نمیخواین. نه مفکوری بد نداشته باش، نیت صاف داشته باش. شکر که بخیر گذشت. بیا که داخل بریم. آی زنده باشی. کاش که زهرا همراه ما می بود. او بیچاره باز در قصر تنها ماند. و روزان بخیر میرسه. پیش از افتتاح میخوایم او را ببینم. ما باید به پدرم زنگ بزنم ببینم که خبر خوش داره یا نه. وقتی به دیدن زهرا رفتم باید برش خبر خوش داشته باشم که خوش شود. صبح بخیر دخترم. ما صبحانه میخوریم. نه هنوز هیچ خبری نیست، اما تشویش نکو. همین که خبر شدم برات زنگ میزنم. درست است باز برات میگم، متوجه خود باش دخترم. تا چه وقت سمه؟ تا چه وقت میخوایی ملکه را بازی بتیم؟ پدرم ده تلاشش هست، حتما یک کار میکنه. بخیر زهرا و مادرش یک جا خود بودن. حتما انشالله. نوش جانتان. بیا تو هم بخو بیادر. خوش آمدی علی. خوش باشی بیادر. خوش آمدی علی. خوش باشین استاد. سلام استاد. شفا خانه میرفتم، خواستم خودتان ببینم. خوب هستی؟ چیز خانه شده نه؟ خوب هستم. کار خوب میکنی. اوضاع قصر چطور بود؟ نوجین مادر زهرا چطوره؟ زهرا همگی خوب هستن بیادر. زهرام خوب است. منتظر طلاق برفین و فرمان هستیم. همگی اونا طلاق گرفتن، هر دوی ما آزاد میشیم بخیر. خوب است. شکر. شکم گشنه نرو، بیا یک چیزا بخور. درست است. نوش جانت. تشکر استاد. زهرا دخترم بیا بیشی، همراه تو میخوایم گپ بزنم. بیشی؟ دیروز گپای را که گفتی یک بار دیگه برام بگو. از کی شنیدی که آزاد اختطاف شده؟
کاکا قدیم همراه خانم هدیه گپ میزدن. گپایشون شنیدم. با هم چی میگفتن؟ میگفتن که اختطاف شده پول میخواین. استاد ملکام همراهشان بودن. دیگه چی؟ چی خود کردیم؟ آزاد و استاد ملک همیشه بر ما درد سر بوده قدیم خان. آقا آزاده. اوه ماشالله. ما شادخت تو شادخت پس که کارای خانه رو انجام بده. ساعت چند شده؟ که شما خوشو و عروس نشسته گپ میزنین. پس کارا را کی میکنه؟ با یک صبحانه تمام آشپزخانه رو گدوت کردی. برو پاک کاری کن. حالا پدر زیاد گوش نشدیم. بگی دیگه نخواد چیزی به خوردن پیدا کردیم. اما چیزی ما از ما گرفتن بیچاره شدیم. هر چی زود باید کار پیدا کنیم. خوب است. اگه پیدا کردیم مرام خبر بده. از ترس کرمانیا کی برای ما کار میته؟ خواهی چی کنیم پدر شما بگوین. یه قسمی از گشنگی خاط مرده. تو زیاد به او روی میتی زمرد. همراهش نشسته گپ میزنی. تمام گپای او دروغ است را بفهم. تا صبح مرا خواب نبرد هدیه. هر دقیقه فکر میکردم. درباره چی؟ درباره چی بوده میتونه؟ همین که وقت آزاد اختطاف شده بود چرا به ما نگفتی؟ تو این گپ از ما پنهان کردی هدیه؟ من مادرش هستم. اگه دوران به همه قسم یک مشکل گرفتار شوه نمیخوایی که خبر شوی هدیه؟ دوران به این قسم یک مشکل گرفتار نمیشه. او مثل آزاد به خاطر یک دختر همراه خانوادش مخالفت کرده از خانه هیچ وقت نمیره. آزاد با خانوادش مخالفت نداره. کار میکنه که درست است. صدای وجدان خودم میشنوه. ها چه قسم وجدان است که همیشه گپ استادا گوش میکنه و از خانواده خود نه. باز درباره چی گپ میزنین؟ ها؟ دوران آزاده نجات داد. به جایی که از ما تشکر کنه سوال میکنه. شما در حق آزاد ظلم میکنین. او به خاطر واقعیت مجادله میکنه. باز چی دست کسی نمیشه. حالا که تو گپ ما را نمیفهمی پس باش که برات بگویم. یگانه درد آزاد و استاد ملک است. آزاد و استاد دوست داره چشمایت باز کن. اگه او به عنوان عروس دست بوسید باز تعجب نکنی. ای حقیقت داره؟ نه خیر مادر، آزادی کارا کده نمیتونه. علی را میگفتی که سونا را دوست نداره. باز چی شد؟ کم بود که ما را رسوا بسازه. بگی تو بخو که او هم بخوره. بخیر هرچه زودتر کلان شوه. خودگه من میرم. متوجه سونا باش. اگه به چیزی ضرورت داشت به من زنگ بزن. فهمیدی خانم؟ درست است بچه‌شون. حالا برم بگو گپایی را که گفتی مطمئن هستی؟ طفل نمیخوایی؟ نمیخوایم در حق ظلم کنم. اگه در این خانه تولد شوم مثل من روی خوش نمیبینم. من از ترس گذشته خود با جمشید عروسی کردم، اما به طفلم ظلم نمیکنم. نمیتونم از این بیشتر برای ظلم کنم. اگه دختر باشه میفهمین که
سرنوشتش کاملا مثل مخاط بود. ایره خو کلایی که میفهمد. یعنی تصمیم تا گرفتی؟ درسته سونا، برات کمک میکنم. از یک رای ساده هر دوی ما حلش میکنیم. ایلیف جان حالا دیگه تخمام بخوا. راستش من میخواستم پنیرم بیارم اما خلاص شده بود. بسیار زود تمامش خلاص شد. اینو میفهمین؟ پدر چی وقت با دیدن خواهر میریم؟ ایره بیبی حالا وقتش از کمرای خواهر خود ببینی ها. میخوایی که با اونجا بریم و دوباره ما را از اولی بیرون کنن؟ توبه توبه. خدای من خیرت باشه. بله جگرخون نباش ایلیف جان. بسیار زود زهرام دی خانه همراه ما زندگی خود کرد. راست میگی بیادر؟ راست میگم ایلیف جان. چطور هستی سارنوال صاحب؟ ها بسیار وقت میشه که با هم ندیدیم. فکر نمیکنم که به خاطر اول پرسی ما زنگ زده باشی ها. پای ناقه بس کو گوش کو چی میگم. ملکه هنوزم میخواد خانواده زهرا را پیدا کنه. او خبر شده که خانواده زهرا همراه ما یک جای عدلیه کار میکرده در جستجویش است. خب دیگه چرا نمیگه که بسیار زود به تو خود رسید؟ او قسم اصلا نمیشه راشد. به می خاطر همراه ما کمک میکنی؟ او روزا دیگه تیر شد سارنوال صاحب. از دست دخترتو من روزی خود از دست دادم. از تمام کاربار خود ماندم. کرمانی ها مرا تباه کردن. یعنی چی؟ تو میخوای همراه ما کمک کنی؟ در این مدت خرچ خانه تمام میدادم راشد نه؟ یا هم از برکتم است که در این مدت دخترت تو را پدر میگه. کل چیز متقابل سارنوال صاحب. تو دست مرا میگی و ما دست تو را میگیرم سارنوال صاحب. درست است. من کوشش میکنم یک کار کنم. منتظر احوالم باش. سمی تو میخوای چی کنی؟ راشد بازم پول میخواه. تو خو نمیخوای ای کار کنی. تا چی وقت میخوای به اونا پول بدی؟ ما کدام راه دیگه داریم؟ داریم. میریم حقیقت به ملکه میگیم. مادر موهای ما جوتی کنن. خودم نمیتونم این کار کنم. ها باش که ما دستای ما باشیم زود میایم. اما سر من وقت میشه. زهرا ای کار میکنه تو بیشی. کمی آهسته زهرا. میخوای موهای ما بکنی؟ نوجین مادر استاد ملکه آمده. میخوای عروس و کوچکه ببینه. ای دیگه چه قسم زنه بیروی است. هر دفعه که بیرونش میکنیم باز پس میایه. من میرم جوابش میتونم. اجازه بتیش که بیای رستم. درست است مادر. چوب باش هدیه. صبح بخیر. میبخشین میخواستم زهرا را ببینم که خوب است یا نه. قسمه که میبینین زهرا کاملا خوب است. شما هیچ تشویش نکنین استاد. اگه اجازه بدی میشه چند دقیقه همراه زهرا تنها گپ بزنم؟ زهرا جان حالا دیگه بیا میخوایم برای چیزی بگویم. من چیزی برای گفتن ندارم استاد. زهرا نمیخوایم گپای ناقتا را بشنوم. برفین حالا دیگه هنوزم آماده نشدی؟
کجا میرین بیادر؟ خواهر جان بازار میریم، کمی کار داریم. تو را به خانه همسایه میبرم، زیاد وقت نمیکنیم، تشویش نکو. هنوز آماده نشدی؟ فرما من نمیتونم، لطفا. در بیرون منتظرت هستم. ایلیف جان حالا دیگه بریم. زهرا تو چی میگی؟ چیزی که گفتم شما شنیدین؟ منم میخوایم که همراه شما گپ بزنیم استاد. چی؟ ده اینجا چی جریان داره؟ باز همراهی دختر چی کردین ها؟ باز کدام مصیبت سری بیچاره آوردین ها؟ زیاد زبان بازی میکنی استاد. زهرا بیبی من همراهیت هستم، هر کار که کردن برام بگو. هیچ کس همراه من کاری نکرده. ما حقیقت دیدم و نمیخوایم که به زندگی من مداخله کنیم. نه خیر زهرا، تو این گپا را گفته نمیتونی. بس از دیگه، ما دیگه خسته شدیم، لطفا مرا درک کنید. از گپای کلتان خسته شدیم، دیگه نمیخوایم چیزی بشنوم. زهرا من تمام چیزایی را که برام گفتین اصلا راست نبود ها. من دیگه همین زندگی را قبول کردم. لطفا شما میره قبول کنید. بعد از این نمیخوایم که شما را ببینم و همراه دان گپ بزنم استاد ملکه. شما را دیگه دوست ندارم. زهرا گپای او رو خوش شنیدی نه؟ ای زن بی حیاره بیبی. زهرا او را مادر میگفت، بعد از این دیگه به این خانه قدمم نخواد ماند. یک بار پای زن از خانه ما قطع شوه، باز دیگه راحت خود شدیم. زمرد دیدی آزاد به اندازه زهرام هوشیار نشد. ما دیگه دکان میرم. اما هیچ چیزی نخوردی بچه؟ بانش که بر زن تا وقتی که او سر کار باشه من راحت می باشم. ما هم کم تفریح کنم. زمرد به زهرا بگو که بر ما 3 پیاله قهوه آماده کنه و به سالون بیاره. میخوایم به شما یک گپه بگویم. درست است مادر. ملکه بیا که تو را برسانم. میخوایم خودم برم. شک نکو، حالا دیگه بیا. گفتم نمیخوایم. ملکه ملکه اوف چی؟ تو چرا این کارا میکنی؟ چی میخوایی ها؟ میخوایی ببینی که در چی حالت هستم؟ یا که میخوایی تو هم برویم باسیلی بزنی ها؟ از من چی میخواین؟ چی میخواین؟ نمیفهمیده که یک روزی قسم میشه؟ ها؟ برات چند بار گفتم تو ناق زحمت میکشی. من برات چند دفعه گفتم که از این کار منصرف نمیشم. حالا من خودم با پای خودم میرم دوران. میخوایم تنها باشم. نوجین مادر چرا ما را اینجا خواسته؟ نمیفهمم. تو رام نباید دست کم گرفت.
همی که کار تمام شد باز چطور استادت از خانه بیرون کردی؟ بیاین مادر جان، قهوه تان سرد میشه. مادر ای دیگه چی است؟ مادر چرا این انگشتر آوردین؟ مادر یک چیزی بگوین. کسی که خان کرمانی ها است یه انگشتره در دست خانمش باید بکنی. حالا دیگه وقتش رسیده. به زلال بگو که امشب همراه خانواده خود اینجا بیایه. ما هیچ نفهمیدم که زهرا چرا قسم رویه کرده. راستش نمیشه کورم قصر فکر کنیم. وعده هایی که داده بودم عملی نتانستم. ده هر کاری که من مداخله کردم و خراب شد. نه خیر ملکه، تو خودت در این موضوع مقصر فکر نکن. کمی راحت باش. آزاد بیادر؟ یوسف؟ تو خوب هستی؟ خوب هستم. فکر کردم که مراسم افتتاحیه از دست دادم. نه خیر، از دست ندادی. زهرا کجاست؟ در داخل است؟ زهرا دیگه نمیایه یوسف. یک دوست ما در سارنوالی کار میکنه. میشه که از او بپرسیم شاید درباره کارمندایی که قبلا در استانبول بودن و در سارنوالی کار میکردن شاید معلومات داشته باشه. چی میگه؟ یک گور نپرسیم ملکه؟ درباره خانواده زهرا چیز پیدا کردین؟ چی فکر میکنی؟ درست است. یک بار کارای اینجا را خلاص کنیم باز رفته او کارام میکنه. حالا دیگه داخل بریم. درست است. خوب برین که برین. یوسف بسیار خوب معلوم میشه انشالله. خوب هستی نه؟ آفرین. بسیار سال است. بسیار زود فراموش میکنی. همین دیروز اردیشان در قید ما بودن. خوب است دیگه. یک بار برشان یادآوری میکنم. نخیر. بانه که یک روز دیگه هم خوش باشن. اجازه میتیم که اعتماد به نفس پیدا کنن. بهترین ضربه رو وقتی به کسی زدن میتونی که اعتماد به نفسش زیاد باشه. گوش که زیاد خان. قدم به قدم او استادا تعقیب میکنیم. فهمیدی؟ همراهی که نشسته برخواست داره، همراهی که مصروف است کل چیزا میخوایم بفهمم. اونا را از این کارشان پشیمان میسازن. بخوان به نام پروردگار که تو را خلق کرده. ای اولین امر پروردگار ماست. ما با آموختن علم میتونیم مخلوقات پروردگار بشناسیم و همراهشان رابطه برقرار کنیم. در این آیه ذکر شده که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم به اصحاب خود میفرماید که پروردگارم مرا من حیث یک معلم به بشریت نازل کرده که به اونا راهنمایی خوب کنم. هر پیغمبر که از طرف خداوند منسوب میشد حتما با خود یک مخالف داشت. از یکش فرعون، از دیگهش نمرود و از دیگهش هم جالوت بود. اما کسی که همراه پیغمبر بزرگوار ما صلی الله علیه و سلم مخالفت ورزید ابو جهل بود. یعنی هدف دین اسلام از بین بردن جهل و نادانی بوده. جایی که جهالت حکم فرما باشه فقر هم می باشه. فقر و تنگدستی هر کس از یکی دیگهش دور می سازه و دشمن می سازه. اگه ما برادری و برابری و اتفاق خواسته باشیم اولین کاری که باید کنیم اول جهالت و دوم از بین بردن فقر است. به خاطر این کار ما ضرورت به علم و آموختن علم داریم که باید مرد و زن مسلمان علم بیاموزند. پیغمبر ما میفرمایند که آموختن علم به هر مؤمن مرد و زن فرض است. با وجود که از سخن ایشان قرنها سپری شده اما بازم میبینیم که دخترای ما هنوز هم امیدوار هستند که علم بیاموزند. وظیفه ما ای است که نباید مانع درس خواندن پسرها و دخترها شویم. اسلام به ما امر نکرده که مانع آموختن علم دخترها شویم. برعکس امر کرده که آموختن علم به همه فرض است. خداوند پسران و دختران ما را به ما امانت داده. ما نمیتونیم که همراه امانت خداوند به خواست دل خود کار کنیم. بیازو ای حقم نداریم. خدا را شکر که
ما استادای جسور و شجاع داریم دوستای عزیز که از جمله یکشان استاد ملک است. استاد ابراهیم قدر سخنهای زیبا گفتن که حالا اگه ما چیزی بگویم باز لذت سخنهایشون از بین خود رفت. امروز همه ما به خاطر فرزندای خود جمع شدیم. روز خود رسید. کسایی که در اینجا شیشتن مثل علی، مثل عایشه، مثل یوسف، مثل زهرا، هر کدامشان وکیل یا دکتر یا هم استاد خود شدن و به یک کشور خدمت خود کردن. از تمامتان زیاد تشکر میکنم. حالا دیگه هنوز خلاص نشدی؟ حالا خلاص میکنم. بعدش میرم که لباسا رو تو کنم. شب مهمان داریم زهرا. حالا برو سودای شب بیار بعدن اونا رو تو کو. ساتیری کده نری اگه نباز پایای تمش کنانم. به خاطر زمه رو دستابم خراب است نشه که قصدش از تو بگیرم. فاطمه ما میخواستم به تو زنگ بزنم. عدیه خانم من هر روز منتظر احوال شما می باشم. میفهمم. باور کو بسیار زیاد همراه نوجین مادر گپ زدم اما بسیار زودی مسئله را حل خود کردم. خداوند شما را خیر بده. عدیه خانم من هر لحظه به فکر دوران هستم. بچه‌م چطور است؟ او خوب است؟ البته که خوب می باشه. او دیگه خانه کرمانیا خواد شد. او دختر زلال خدا کنه که پشت دوران علاقه باشه. آی فاطمه او مسئله دیگه خلاص شد. قلب او دختر پاک نیست. دوران خفه خواهد ساخت. تو کاملا راحت باش. امروز یا فردا تو رو به اینجا خاط آوردم تشویش نکن. درست است. خداحافظ. میفهمی چیز؟ فکر میکنم خواب میبینم. احساس میکنم همی که بیدار شوم کل چیز مثل سابق خواد بود. هر دوی ما به زندگی خود سر از نو ادامه خواد دادیم. هیچ فکر نمیکردم این کار شود. بگی امضا کن. بیبی برفین ای کار به خیر هر دوی ماست. امضا کن. دیگه هیچ چاره نداره. نمیتونم. ما بدون تو زندگی کردن نمیتونم. خب دیگه شاگردا، کسی که میگه من نوشته کردن نمیتونم نمایندگی از کم جرأت بودنش میکنه. هر کسی که اعتماد به نفس داشته باشه بازی کار کردن میتونه. مثلا اولین روزی که به اینجا آمده بودم یک شاگردم بود. در مسابقه مقاله نویسی در تمام کشور شامل درجه عالی شده بود. یعنی که اگه شما هم شجاع باشین باز این کار کردن میتونین. فهمیدین؟ زهرا کجا
کجا میری؟ حالا دیگه داخل بیا. نه خیر نمیتونم. در خانه بسیار کار دارم که باید انجام بدم. استاد ملکه از نامدنت بسیار جگرخون خود شد. تو دیگه داخل برو. به خاطر ما دیگه هیچ کار نمونده که انجام بده. نه خیر مانده. بعد از درس استاد ملکه و آزاد بیادر به عدلیه میرن به خاطر پیدا کردن خانواده‌ات. امروز صبح گپایشان شنیدم. فکر کنم کدام سرنخ پیدا کردن. راست میگی؟ بله. اونا به خاطر تو تشویش میکنن زهرا. هیچ کس تو را فراموش نکرده. بسیار زود خانواده‌ات پیدا خود کردن. حالی یک بار دیگه کوشش کنیم. چی نظر داری؟ درست است. آفرین علی، تو میتونی. پدر انگشتم تکان خورد. پدر. بچه من بالای تو افتخار میکنم و تو کامیاب میشه انشالله. انشالله پدر، انشالله بسیار زود سر پای خود استاد خواد شدم. هیچ جای نموند که نپالیده باشم. آخر پیدایش کردم. وقتی که از این دوا استفاده کنی باز طفلت سخت میشه. شما چطور میفهمین؟ خب میفهمم دیگه. زود شو بخو. کمی بدمزه است اما باید تحمل کنی دختر جان. بچیم لطفاً قلب مرا نشکنان. امر مادر کلانت گپ بزن. مادر شما خو میفهمین که ما و نوجین مادر یک عادت داریم منصرف نمیشیم. یک دوباره گپ بزنیم هیچ فایده نداره. اما ارزشی را داره که خانواده تا دوباره به دست بیاری بچیم. آزاد با این کارت از خانه شدن میخوای منصرف شوی؟ مادر ما هیچ وقت طبق خواسته نوجین مادر یک خان شدن نمیتونم. تمامش به خاطر او دختر شدنه؟ پیش از آمدن او جگر گوشی نوجین مادر تو بودی؟ ملکه کار درست انجام میده و ما میخوایم کمکش کنم و بس. اما قدر بچیم از تو یک گپ میپرسم. تو واقعا او استاد دوست داری؟ مادر جوابه که میخواین شاید ناراحت کننده باشه. بله تمام اوش حواسم امرای ملکه است مادر جون. حتی از دوران مکتبی احساس دارم. این کار نکو بچه. صدقت شوام این کار نکو. او مناسب خانواده ما نیست. لطفاً از او منصرف شو. مادر ای که مناسب است یا نیست فقط من در این باره تصمیم گرفتم میتونم. شما دلتون که ملکه را قبول میکنین یا نمیکنین. اما اگر ملکه هم خواسته باشه و اعتراض نداشته باشه باز ما آماده هستم که امرایش روسی کنیم. میشنوم ملکه. آزاد درسای ما تمام شد. اگر بیکار باشی میشه به وزارت عدلیه بری؟ درست است میایم. چرا قنا وقت کردی؟ برات نگفته بودم که ساتیری نکنی؟ تمام سودا را نتونستم از یک جای پیدا کنم. باز چند دکان دیگرم دیدم. بسیار حاضر جواب هستی. برفین آمده. حالا دیگه به هر دوی ما چای بیار. درست است. اونا به خاطر تو کوشش میکنن. هیچ کس تو را فراموش نکردن. بسیار زود خانواده تا پیدا میکنن. مادر ما دادگار هفته بودیم. اوراق طلاق پیش توی مان گفت باید امضایشان کنی. خب تو هم امضا میکردی دیگه. ایرا بیبی همراه دختر خان چه قسم رفتار میکنه؟ مادر
شما دیگه این قسم نگوین. من فرمان بسیار زیاد دوست دارم. دوست داشتن شکمه تا سیر نمیکنه. از عقل خود استفاده کن. فرمان امروز صبح به ایلیف میگفت که دیگه تشویش نکن. میگفت بسیار زود زهرام به این خانه خادم. گفت وقتی من برفین طلاق بدم باز بدیل فسخ میشه. حالا اونا منتظر هستن که زهرا چی وقت به او خانه میایه. بان که فسخ شوه. پشت او آدمایی بی ارزش ایلاک و برفین. صبر کن. یک قسم چای خالی میاری؟ تا که برات یاد نتم هیچ چیز نمیفهمی. برو بیسکیت یا چیز دیگه همراهش بیار. حالا دیگه بیبی دختریم، از عقل خود استفاده کن. دوران دیگه خانه کرمانیا میشه. باید کلگیمو همراه او درست رفتار کنیم. من دیگه هیچ اشتباهی نمیخوایم. برفین تو چی وقت آمدی؟ چطور هست نوجین مادر؟ پشت ما دق شده بوده باز آمده. تو مریض هستی؟ خیریت باشد. تو را چی شده؟ راستش احساس میکنم کمی خسته هستم نوجین مادر. مادر جان، دو مرد و یک طفل تمام کارایشان از سر دخترم انجام میتن. از او خاطر امرای مدیرشان گپ زدم. گفت که اسمت در جلسه است. چند دقیقه بعد جلسه خلاص میشه. بشین. من کل چیزا برش گفتم شاید کمک ما کنه. همراه ما کمک میکنه یا نه؟ او خود گفت چیزی که از دستم بیای انجام میدم. حالا دیگه کمی خوش باش ملکه. اونا را ببین. خدا میفهمه که در وقتش به خاطر عروسی کردن چقدر زحمت کشیده باشن، اما حال آمدن که طلاق بگیرن. چطور فهمیدی؟ از حرکاتشان فهمیده میشه. یک بار بیبی گوزن چی میخواه به شوهر خود بگویه؟ من به خاطر تو چقدر فداکاری کردم، اما تو از ما منصرف شدی. ما از تو منصرف نشده ما. هیچ وقت هم منصرف نمیشم. چرا تو میبینی؟ ما گپای آدم ها ترجمه کردم. اما اگر ملکام خواسته باشه و اعتراض نداشته باشه باز ما آماده هستیم که امرایش عروسی کنیم. اما مرا زیاد منتظر ماندی. از انتظار کشیدن زیاد خسته شدم. گفتنش برای ما بسیار مشکل بود. به خاطر تو چقدر انتظار کشیدم. به خاطر که برات یک آینده خوب بسازم. بدون تو من هیچ آینده ای نمیخواستم. فقط میخوایم که همیشه در کنارم باشی. اما ای را برام هیچ وقت نگفتی. حالا برات میگم. من میخوایم که همراه تو یک جا پیر شوم. خوش آمدی آزاد. خوش باشی اسمت. بیا به دفتریم بریم. برای ملکه. درس تمام شده. تو نوقت آمدی. فردا باز بیا. تو چی میفهمی که ما به خاطر درس آمدیم؟ کسی که به صنف میایه معلوم دار است که به خاطر درس میایه. تو ده اینجا پاکاری میکنی؟ تو ده اینجا شاگرد هستی؟ میشه که بگویی چرا اینجا آمدی؟ باز وقت مام جواب تمیتم. من دجله کرمانی هستم. آمدم که آزاد بیادر ما ببینم. از دیدنت خوش شدم دجله. مام یوسف هستم. هم اینجا را پاک میکنم و هم شاگرد این صنف هستم. تقریبا چند ساعت پیش آزاد بیادر از اینجا رفت. حالا دیگه اجازه بده میخوایم اینجا را پاک کنم. دجله میشه ای کتاب با زهرا ببری؟
میفهمی کتاب بسیار زیاد خوش داره. برش بگو یوسف داد. اسمت قسمی که گفتم فهرست تمام کارگرها و کارمندای اینجا را دیدی؟ دیدم. کسایی که از استانبول هم آمده بودن دیدی؟ بله، اسنادشان پیشم است. در اینجا سمیه سایگنار نوشته شده. تو مطمئن هستی که از استانبول فقط یک نفر بود و هم سمیه سایگنار؟ بله. مطمئن هستی؟ مطمئن هستم. باورم نمیشه. چطور هیچ کس دیگه بوده نمیتونه؟ شاید که قبار مادر اشتباه کرده باشه. امکان داره که خانواده از استانبول نامده باشه و از کدام شهر دیگه آمده باشه. شاید کسی دگان بوده باشه و دوستت متوجه نشده باشه. من یک بار دگان با پدرم زنگ میزنم. خوب از زنگ بزن. ملک هست. حال گپ زدن نمیتونم. تا چه وقت میخوایی قسم ادامه بدی؟ تا وقتی که یک راه پیدا کنم زن. اما این دیگه هیچ راهی نداره. هیچ رازی پنهان مانده نمیتونه. فهمیدی؟ تا وقتی که من دست میراث پنهان میمانه. ملک هست. این دفعه در موبایل من زنگ زده سمی. جواب بده. برش بگو پدرت رفته که برات معلومات پیدا کنه. حالا دیگه جواب بده. زود شو. بله دخترم. بله مادر. با پدرم زنگ زدم اما جواب نداد. دخترم شاید نشنیده باشه. رفته درباره خانواده زهرا معلومات پیدا کنه. من به همون خاطر زنگ زدم. چند دقیقه پیشم رای آزاده و وزارت عدلیه بوده. ما تمام دوسیایی را دیدیم که کی ها از استانبول آمده بودن. اما در اونجا فقط نام پدرم بود و بس. بله مادر. فهمیدین که چی گفتم مادر؟ شنیدم دخترم. وقتی که پدرت آمد باز برش میگم. خداحافظ. سامی، ما در آخر خط رسیده. پدرم رفته که معلومات پیدا کنه. البته که معلومات دقیق به دست گوش کن. تا یک هفته ای چیز نفهمیدیم. بیبی این موضوع 15 سال پیش است. به نظر ما بسیار خوب پیش میریم. به نظر ما تو یعنی که همکارای خوبه هستیم. خداحافظ. خداحافظ. استاد محترم. زمرد خانم شما؟ نیک زهرا را چیزی شده؟ خیر، زهرا کاملا خوب است. میشه چند دقیقه گپ بزنیم؟ البته بفرمایین داخل بیاین. بفرمایین. زهرا آب میوه داریم؟ بله داریم. دیروز از بازار آوردم. خب پس یک گلاس بریم بده. چرا قسم سهل داری؟ گپ من نفهمیدی؟
امروز با صنف درسی با دیدنه بیادرم رفته بودم. راستی دجله صرف مقبول بود؟ وقتی که رفتم درس تمام شده بود و یک بچه ککده اونجا بود. فکر کنم نامش هم یوسف بود. بله یوسف هست. او کی است؟ از کجا آمده؟ قبلا او را هیچ ندیده بودم. از استانبول به اینجا آمده. اونجا جای بود و باش نداشت. استاد ابراهیم و آقا آزاد همراهش کمک کردن. یوسف درباره من چیزی نگفت؟ نه خیر نگفت. چرا باید چیزی بگویم؟ خانم زمرات اگه چای میخواین که براتون بیارم. نه خیر چیزی نمیخوایم. خب گوش کن چند موضوع مهمه برات میگم. از وقتی که تو اینجا آمدی آزاد کاملا تغییر کرده. همیشه یک بچه استوار بود. هیچ وقت از رسم رواج خانوادی خود سرپیچی نکرده، مطابق رسم رواج ما رفتار میکرد. اما تو بین نوجین مادر و آزاد دشمنی ایجاد کردی. شما اشتباه کردین زمرات خانم. من همراه آزاد به خاطر شنیدن گپای تو نامدیم. تو مناسب بچه من نیستی. پشت بچه من ایلابته. ما پشت هیچ کس را نگرفتیم خانم. در ضمن آزادم طفل نیست که گپ نفهمم. نعمت خانم جان، دوران بسیار زیاد جگرخون بود که شما را دیده نتانست. بله بسیار زود خان خواد شد. انشالله بازو وقت هر روز خواد دیدن. خب دیگه هر روز خوش جانم. تو برام دروغ گفتی هدیه. برام گفته بودی که به بچه‌م ضرر نمیرسانی. تو چی میگی ها؟ نیک عقلت از دست دادی؟ نه خیر جانم، آل دیگه عقلم به سرم آمده. امیال رفته با کلگی همه چیزا میگم. تو میخوای امرای ما بازی کنی دختر ها؟ این دواها را به خاطر گرفتی که به کسافتدانی بندازی ها؟ کوشش کردم اما نتونستم. این طفل هیچ گناهی نداره. خوش آمدی خان صاحب. خوش باشی. زهرا آمدی؟ از این خاطر برای چیزی گفتن نمیتونستم. فقط از این خاطر دخترم. بفرمایین خان صاحب. بله. باوش بیا فاطمه، دوران کل چیز از دست خواد داد. نه خیر برعکس، زندگی واقعی خدا به دست خود آورد. من اجازه نمیتونم این کارا کنی. اجازه نمیتونم. گپ ما گوش کن. استاد شو. در اینجا چی گپ است؟ فاطمه؟ این چی وضعیت است؟ همینجاست. زهرا جان اگر میخوایی که تنها باشی باز ما از اینجا میریم جانم. استاد من چرا به اینا هیچ احساسی ندارم. شایدی به خاطر باشه که تو اونا را هیچ وقت ندیده بودی و نمیشناختی جانم. بدونی که از ما بپرسن که من همراهشان میباشم یا نه. مرا ترک کرده رفتن. شما چرا مرا نمیخواستین ها؟ من با شما چی بدی رسانده بودم؟ من چی گناه داشتم؟ شما چرا مرا تنها ماندین؟ شما چرا مرا ترک کردین و تنها ماندین؟ چرا؟ زهرا بله. بلند شو جانم.
شما سر قبر اولادای من چی میکنین؟ راستش من میخوایم به کلگی بگویم. باید کلگی از موضوع با خبر شد. نوجین مادر چوب شو احمق. گفتم چوب شو. نه خیر، باید از چوب نمی باشم. کلگی باید خبر شود. گفته بیلایم کو. فاطمه آرام باش، بس کو دیگه. تو چی میخوایی؟ تو رو چی شده؟ من بچه خودم میخوایم. بچه واقعی خودم میخوایم. دوران خودم میخوایم. قسمه که براتان گفتیم مام هم امروزی گپ فهمیدیم. خب شما میفهمیدین که یک نواسم دارین آقا کی؟ شما اشتباه کردین دخترم. ما هیچ نواسه نداریم، چون دخترم عروسی نکده. احمدم شوهرش نیست، بچه کاکایش است. راست میگین؟ یعنی چی میگین؟ فکر کنم ما غلط شنیدیم. خان صاحب شاید کدام اشتباه شده باشه. راشد هیچ اشتباهی نشده، کاملا یک دروغ آشکار است. پدرمم دای بازی فریب دادی. شما چرا میخواین این از ما خود کنین؟ بسیار متاسف هستم، میبخشید. وضعیت طفل خو میبینی نه؟ تو هیچ وجدان نداری، تو هیچ شرم نمیکنی ها؟ بره بازم از شما معذرت میکنم. اشتباه کردم، میبخشید. بله سارنوال صاحب، من هستم راشد. سارنوال صاحب کاری که نباید میشد شد. این بار موفق نشدیم. خداوند جزایت به احمق بیکاره. ملکه و آزاد باز فهمیدن که قبر از پدر و مادر زهرا نیست. بس از دیگه سامی، لطفا همراه ملکه گپ بزنیم، حقیقت برش بگوییم، ازش معذرت میخوایم. ملکه فردا پس فردا از حقیقت خبر خود شد. خواهش میکنم سمه. او هیچ وقت ما را نخواد بخشید، هیچ وقت. همراه زندگی یک دختر بازی کردن قدر ساده است. یک آدم چطور قدر پس شده میتونه؟ با کی زنگ میزنی؟ با پدرم. استاد ملکه، به خاطر من جگرخون نباشین لطفا. پدرتانم آدم خوبی هست، اونم جگرخون نسازین. نه خیر زهرا، پدرم باید دیره برام واضح بسازه. سامی جواب بده لطفا. خواهش میکنم جواب بده و تمام حقیقت برای دختر ما بگو. ملکه دخترم، پدر چرا برام دروغ گفتین ها؟ چرا خانواده زهرا را از ما پت میکنین؟ زهرا را کی براشد داده بود؟ پدر برام بگوین. پدر زهرا را کی به اونا داد؟ کی؟ برای حقیقت میگم ملکه. زهرا را
براشت ما دادم همراه مادرت او را یک جای براشت دادیم. چطور امکان داره پدر؟ یعنی وقت زهرا طفل بود او را براشت تسلیم کرده بوده؟ ملکه میفهمم بسیار تعجب کردی. ایران میفهمم که بالایم قهر هستی، اما در مورد او موضوع باید از نزدیک گپ بزنیم. حال ازی بیشتر برای توضیح دادن نمیتونم. لطفا زد نکو. درست است. در این صورت ما عاجل به استانبول میایم. هیچ تو امکان دارم. هیچ تو امکان دارم. من هیچ نمیفهمم. پدرت چی گفت؟ استاد ملکه کاکاس همه ای را میفهمد که پدر و مادر ما کی هستن. بله جانم میفهمم، اما در تلفن برم نگفت. تو را براشت پدرم تسلیم کرده. چطور این کار کرده میتونن؟ چطور اینقدر وقت برم چیز نگفتن؟ خب با یک شکل ای گپ خود فهمیده ملکه. امشب اولین پرواز با استانبول بود. برم زهرا. گفتی دوران بچه تو است؟ فاطمه تو چی گفته میری؟ این نمیفهمه چی میگه. دروغ میگه. دیوانه شده. عقل خود از دست داده. میفهمین دوران خونم است، او جانم است. بچه ازم گرفتی کفایت نکرد که حالا میخوایی برهمش رو از ما بگیری؟ اینقدر سال همراهیم بود، در پیش چشمایم بود. هر روز دوران بچه خودم میدیدم، اما بعد از این دیگه ما فریب تو را نمیخورم. با شمول دوران ایگه به هرچی زودتر به همگی میگم. نوجین مادر چوب باش. من خودم برشان میگم. خودم میگم چوب باش. داخل نرو. چوب باش. کاش که مام رفتم میتونستم، اما به نوجین مادر کلان وعده دادیم. میفهمم جانم، تو تشویش نکن. همین که همه چیز فهمیدم دوباره اینجا آمده برات میگم. معذرت میخوایم زهرا جان، تو را ناحق به قبرستانی بردن امید ساختیم. استاد ملکه شما هیچ گناهی ندارید. ده اصل گناه از پدر و مادرم است که مرا ترک کرده رفتن. پدر و مادرم. بسیار یک جای مقبول است. به خاطر آغاز نو یک انتخاب خوب است. کدام آغاز نو؟ دختر ما تو را نمیخوایم. دیگه هیچ چیز بگفتن ندارم. انگشترم از انگشتت بکش. اگه کسی پرسید بگو و خواست خود کشیده. نه خیر. زلال اعصاب ما خراب نکن کنی. اگه چی؟ میخوای مرا بزنی؟ زمرد هاتیا دفتن هر دویتان کجا گم شدین؟ دلاوره شاید بشناسی زمرد. او شوهر فاطمه بود. در روز عروسی ما کمانده بود شوهر من فلج بسازه. امرای او حتی یک روز خوشی را ندیدم. وقتی میخواستم فرار کنم باز فهمیدم که دوران در بطنم پرورش میدم. باز به این خانه آمدم. نمیخواستم زندگی کنم، خواستم خودکشی کنم، اما عادی خانم دیگه چاره نداشتم.
ای قسم طرفم سیل نکو. دوران، من تو را دوست دارم. نمیدانم از تو بگذرم. میمرم اما از تو نمیگذرم. اما من تو را دوست ندارم زلال. نمیخوایمت. تو هیچ از خود غرور نداری؟ محبتم از غرورم کده یک قدم بیشتر است. اما اجازه نمیدم که تو شکار و معلمه ما کار شوی دوران. بیبی دیگه هرگز در مورد ملکه چیزی نگویی. هوش کنی. میگم هر کاری که میکنی بکو، اما من از تو نمیگذرم. مادرت، پدرت، نوجین مادر تمامشان مرا عروس خود قبول دارن و تو هم خواه هرگز نمیخوایی با نوجین مادر مخالف شوی دوران. آقا آزاد، من دمی نزدیکی یک جای پایین میشم تا قصر پیاده میرم. اما زهرا جان قصر هنوز بسیار دور است. فرق نمیکنه استاد ملکه، ما ایستا ایستا میرم. اونا نباید مرم روی شما ببینن. درست است جانم. ما همه که از استانبول برگشتیم پیش تو میاییم، درست است؟ زهرا جان بله زنگ زده احوال تو را میپرسیم، درست است؟ درست است. از هر دویتان بسیار تشکر. زنده باشین. شما به خاطر من زیاد زحمت میکشین. فرق نمیکنه زهرا جان، هنوز به خاطر تو هیچ کار کردن نتونستیم. نه خیر استاد ملکه، شما برای من بسیار کار انجام دادین. شما از وظیفه و مکتب و آقا آزادم از قصر جدا شدن. زهرا جان تو آلدهی بارا فکر نکن، فهمیدی؟ متوجه خود باشی. بچشم. در مورد ای چیز تشویش نکن. خداحافظ. با خیر بری. وقتی خبر شد طبعا که بالای ما قهر میشه، از ما متنفر خواد شد. اما با گذشت زمان ما دوباره دل او را به دست آورده میتانیم. سمه اگه ایجاب میکرد هر روز پیشش رفته ازش معذرت میخواستم. به نظرت ما را میبخشه جانان؟ خب ما پدر و مادرش هستیم سمه. او هر قدر که بالای ما قهر شوه برش میگیم که او طفل برات خوب نبود، نمیتونستی به تنهایی بار این مسئولیت حمل کنی. میگیم که به خاطر خوبی خودش این کار کرده. ها سمه. ده قدر سالا باورم نمیشه که ده قدر سالا ما را فریب دادین. هدیه چطور تونستی همراه ما این کار کنی؟ ما را یک طرف بان. چطور تونستی تا امروز به دوران و قدیم خانه قسم یک دروغ بزرگ بگویی؟ برات گفتم چاره نداشتم. زمرد ازت خواهش میکنم، عذر میکنم این گپ به کسی نگو. فاطمه قربانت شوم نگو. نه خیر نه خیر، من دیگه چوب نمی باشم. فاطمه اگه تو داشتای دوران ازش بگیری او ازت نفرت میکنه. به خاطر تو خان بودن خود از دست میته. یگانه مشکل تو همی است. بیاز و دوران فعلا خان نیست هدیه. میفهمم. به خاطر که آزاد خانه ای خانه شوه میخوایی فاطمه حقیقت بگویه همونطور است. به این خاطر نه هدیه. دوران کاملا حق داره که مادر اصلی خدا بشناسه. مجبور استی برش واقعیت بگویی. رستم هم ندیده که اونا از حویلی برآمده باشن. ها یعنی در کدام اتاق شیشته با هم گپ میزنن. مرا میکشن. نوجین مادر و قدیم خان مرا زنده نمیمانن. چه قسم بگویم؟ تو نی، بلکه من گپ برشان میگم.
خواهش میکنم از اینجا برو لطفاً. وعده میتونم که یک راه پیدا میکنم که برش بگویم. وقت بده که همراه دوران گپ بزنم، حقیقت هم برش بگویم. خواهش میکنم. شما در اینجا چی میکنین؟ در اینجا چی میکنی فاطمه؟ فوراً گم شو برو. عادیه پس دیگه پا خودت بگو. امی امشب اگه نیمه خودم برشان میگم. فاطمه پشت ما زیاد دق شده بود، از او خاطر آمده بود. زهرا؟ خاله فاطمه میخواین برین؟ کاش که نمیرفته، در قصر همراه من میبوده. کاش که میدانستم. حداقل از تو خود حمایت میکردم، نگهداری میکردم. زندگی تو از ممکنه بدتر از زهرا جان. از روزی که پدر و مادر مرا تنها ماندن، از همون روز تعیین شده که من چقدر زندگی داشته باشم. از روزی که مرا ترک کرده. دخترم این قسم گپارا نزن. هیچ مادری با هیچ صورتی از اولاد خود گذاشته نمیتونه. یعنی تا وقتی که مجبور نشه. شاید دیگه این چاره نداشته. فکر کرده که بالاخره همی کار شاید به خیر تو باشه. اما ما بودن مادر من به هیچ چیز ده هی دنیا ایواز کردن نمیتونم خاله فاطمه. اما چرا از من یک بار نپرسیدن؟ اما ما بودن مادر من به هیچ چیز ده هی دنیا ایواز کردن نمیتونم خاله فاطمه. اما چرا از من یک بار نپرسیدن؟ بله فاطمه خاله بگویم. دوران بچه امروز تو باید فوراً گپ بزنم، بسیار مهم است. درست است فاطمه خاله، اما فعلا کار دارم، بعدا میبینیم. درست است؟ از حامله بودنت چقدر وقت میشه؟ چند روز میشه. نفهمیدم که گپا برات بگویم یا نگویم. یعنی تو حال میخوایی؟ نه خیر، یعنی در اون مورد فکر کردم اما انجام دادن نمیتونم. طفل از بین بردن نمیتونم. بعد از این خودم متوجه اون میباشم. تو هیچ مجبور نیستی پدرش باشی. ما هیچ خبر نه. شما چی گلا را به آب میتین؟ میخواین چی بگوین مادر؟ میخوایم بگویم به خاطر چی فاطمه را داخل اتاق بردین؟ دل ما سوخت مادر. بیچاره در پشت دروازه گریه میکرد، بسیار دق شده بود. زهرام کار خود به تنهایی نمیتونه. اگه اجازه تان باشه. هدیه ما دیگه نمیخوایم او زنده ای ویلی باشه. برو یک
کس را پیدا کو که کارهای خانه را انجام داده بتانه. با چشم مادر. نوجین مادر کلان ما آمدم. کجا بودی دختر؟ به آشپزخانه برو، غذا را آماده کن. زود باش. بله بیادر یار معلم طیب در صنف خود است. او کرمانی هم امرایی است. در سیریان داره چی کنم؟ صبر کن، تو کار نکن. وقت دست به کار شده میفهمن که به خاطر ضد خود چقدر ضرر میکنن. باز سال اگه قسمت باشه امشب استانبول میریم. سفر خوش داشته باشید. انشالله در برگشت به زهرا خبر خوش بیاره. انشالله استاد. اما امکان نداره فردا بتانم در صنف و درس حاضر باشم. در این موردش تشویش نکن. من هستم، ساعت تو رام پیش میبرم. زنده باشین. هم به خاطر که تو شاگردای خود بهتر بشناسی، ازشان میخوایم وقتی اینجا نیستی برای تو درباره خود یک مقاله بنویسن. عالی است. همی که آمدم تمامشان باز میخوانم. شاگردای خود باید بشناسم بعد درس شروع کنم. سامی همراه ملکه گپ زدم. شام همراه آزاد یک جای استانبول میآید. امشب شاید آخرین ملاقات ما با دختر ما باشه. لطفاً قسم گپا را نزن. او بالاخره یک روز ما را خواد بخشید. ما را درک میکنه سمی. خداوند لعنت بکنه. همه چیز از بین میره. میفهمی یعنی همه چیز از بین میره.